گرو میذاشته که چیکار بکنه. خیلی جالبه ها. وجه همه در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جای. این نشان میداد که چی شمس الدین این میخانه دیگه بهش قرض نمیداده، کتابش اینجا میذاشته، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی، دفتر جای دیگه است. خدایا اینا رو معنی ظاهری بکنیم. ما این واقعا تو شیراز 4-5 تا مثلا میخانه بوده است، یکی با حافظ اون تو جای دیگه مثلا شراب میخورده، که منظور اینه. جای دیگه از این صریح‌تر میگه سالها دفتر ما در گرو صحبا. گرو میذاشته، بعد از سالی هم نمیتونسته پولش رو بده و در بیاره از گرو. از این صریح‌تر مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. مفلسانیم و هوای می و اگر خرقه پشمین به گرو نستانم. آیا ظاهره این؟ واقعا معنی واقعیش چی اگر ظاهر نیست؟ مفلس کسی که فلس هم نداره. مفلس از چه فلسه؟ فلس به چی؟ زبان عرب به چی میگن؟ پول سیاه. مفلس یعنی کسی که پول سیاه داره یا نداره، اصلا دیگه افلاس. هوای می و مطرب داره، اگر خرقه پشمین به گرو است. خب اینجا باز اینو اشاره میکنه. ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطرب. که میگوید رسید، که میگوید رسید، که میگوید رسید. میرسد، این رسیدش میرسد انشاءالله. کدام درست داره؟ دیگه شما انتخاب کنید. آقای موسوی کدوم بهتره؟ وجه می میخواهم و مطرب. حالا مطرب چرا میخواد؟ حافظ که خودش میزده. یعنی حافظ از معدود شاعرانیه که در تاریخ ایران هم میتونه شعر بگه، هم آهنگ بسازه، هم بخونه. فقط ما 3-4 تا شاعر داریم این کار بتونه بکنه. رودکی، فرخی و حافظ و این لاهوتی. عارف قزوینی. عارف قزوینی. بقیه یا یکیش یک اشکال داشتن، یا خوش صدا نبودن، یا آهنگساز نبودن. مولوی نمیتونسته آهنگ بزنه. میگن چیزهایی میذاره، نه اونقدری که بتونه. نه در اون حد نبوده. ببخشید. مولوی شعر میگه ولی آواز هم نمیخونده که مثلا به صدا برای جمع بخونه. منظورش حافظ خودش میگه که مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم. جای خیلی داره این رو. سرود زهره به رقص آورد مسیحا رو. جای دیگه هم میگه. مولانا شعر میگفته. 2 تا چیزی هم ساخته برای خودش مولوی. ظاهراً ربابی کمانچه میزده، ولی که بخواد جلو جمع بزنه و بخونه. غزلیات دیوان. بله. اون در حال رقص میخونده و میگفته. فرخی یزدی بود. فرخی سیستانی. فرخی یزدی خیلی سیاسی بوده و ذوق عشق و اینا نداشته. عشق و اینا ذوق میخواد. هر کسی این ذوق نداره واقعا. مثلا همین میره دنبال قدرت و ثروت و اون خیلی فرخی یزدی اون ذوقی که فرخی سیستانی داره درش نیست. مثلا در همون غزلی هم که عاشقانه میگه، باز میره تو وادی سیاست. دوش چو مست از دوش چی اون غزل معروف شده توادایی؟ ما اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. یه غزل معروفی داره. دوش خلاصه چو مست از می نابش کردم، ما اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. بعد یک دفعه میره به این که نمیدونم ما دهن این دشمنامونو خورد میکنیم مگه بخوام وارد بشن. تو غزل عاشقانه که جاش نیست آخه. این غزل اینقدر قشنگ و مثلا عاشقانه. یا اون ردیف آزادی که اول بار در زبان فارسی شعری با ردیف آزادی رو فرخی یزدی میگه. 1000 بار بهز شام استبداد برای بسته پابسته نام آزادی، که خیلی غزل معروفی. حالا چون حضور ذهن ندارم بخونم. بله، نه فرخی سیستانی.
منتها فرخی سیستانی باز این اشکالش عمق نداره، در سطح حرکت میکنه بیشتر. همین به قول خودش چیزهایی که آدم رو در زندگی ظاهری ارضا میکنه. خب این بیت اگر مشکلی نیست وارد بیت بعدی بشیم، این جلسه دیگه بس باشه. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسم. قشنگ میگه واقعا، دل آدم میسوزه اینقدر. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسم، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. شاهد در دیوان حافظ خیلی معانی زیادی داره، به دو سه تاش میشه اشاره کرد. اولا خود کلمه شاهد از ریشه شهده هستش، یعنی کسی که گواهه، نگاه میکنه. یکی از اسماء خدا هم هست، به معنی زیبارو هم هست، کسی که روی زیبا دارن. به همین معنا شهید هم از همین معناست. شهید فعیل به معنی الفاعله، یعنی شاهد، کسی که گواه. چرا به شهید میگن شهید؟ کسی که گواه در واقع وضعیت قوم خودشه، در با قتل خودش، با جان دادن خودش گواهی میده که چه وضعیتی بوده. اینجا معانی دیگه هم داره. اینجا به نظر میرسه که معنی سومه، شاهدان در جلوه، به معنی زیبارویان باید باشه، با توجه به کاربردش در دیوان حافظ. مثلا اینجا میگه شاهدان گرز دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند. خیلی زیاد داره، ولی اینجا به اون معنی سوم. یکی از جالبه، یکی از القاب حافظ هم شهید بوده ها، کم اشاره شده این. یعنی در لقب هایی که برای حافظ گفتن کلمه شهید رو هم به کار بردن. که به چه معناست شهید؟ عده‌ای گفتن حافظ رو کشتن. یک افراطی ها اینو میگه، در عهدی که حافظ پیر شده بوده به خانهش ریختن، کتاباش رو زوندن و کشتنش. به همین خاطر گلندامش میگه شهید. ولی بعدها کسانی تحقیق کردن که نه، حافظ رو نکشتن. شهید لقب احترام‌آمیز بود در عهد حافظ. بعد نمونه آوردن که کسای دیگه هم داشتیم که اینا قطعاً به مرگ طبیعی از دنیا رفتن و کلمه شهید به اونها. ولی ارضا کننده نیست این که محمد گلندام در مقدمه دیوان حافظ رو شهید لقب میده و ما مطمئنیم که بی خانه حافظ ریختند و کتاباش آتیش زدند و بیچارش کردن در آخر عمر و از حقوق اولیه محرومش کردن، در این تردیدی نیست. و این غزل‌هایی هم که به دست ما رسیده، اینها در بین مردم پخش بوده و همین گلندام نامی به احتمال بسیار زیاد گلندام شخصیت تاریخی نیست، یک اسم مستعار برای کسی که اینا رو نگه داشته، چون قطعا غزلات حافظ 400 خورده‌ای نبوده و به این ترتیب هم نبوده. بیشتر بوده، بله خیلی بیشتر بوده، چون محال کسی غزل اولش انقدر زیبا باشه. این غزل‌ها حداقل 1000 و 1500 تا غزل قبلش گفته شده، پاره شده تا به اینجا رسیده. و نگاه بکنید هیچ یک از غزل‌های دوره جوانی و میانسالی حافظ در اینا نیست. یعنی امکان نداره که کسی غزل اولش انقدر قوی باشه، امکان عقلی نداره اصلا. شما مثلا شاهنامه رو نگاه کنید، خب داستان بیژن و منیژه رو نگاه میکنن، خیلی ساده است، داستان پر از الفاظ سست مثلا و الفای اشباع داره، فلان داره. مثنوی رو که نگاه میکنید، مثنوی پر از اشکالات ظاهرا، چون دست ولی اینقدر شسته رفته و اینقدر قوی نمیتواند اولین غزل حافظ باشه. کجاست اونها؟ کجا رفته؟ هنوز کسی به نتیجه نرسیده. خب به هر حال با توجه به مجموعه اونچه که در حافظ است، شاهدان در اینجا بیشتر به معنی چیه؟ زیبارویان، آدم‌های. خودش جای دیگه میگه
برای شیراز میگه شهری است پر کرشمه خوبان ز 6 جهت. چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. چیزیم نیست، پول ندارم. چیز به معنی پوله. ولی بعضی ظرفا هم گفتن چیزیم نیست یعنی کرم ندارم، مریض نیستم. چیزیم میگه مثلا چیزیم نیست یعنی پول ندارم، یعنی مورمور خرید این کارو ندارم. چیزیم نیست ورنه خریدار ششم. خب شاهدان در جلوه، این پارادوکسی که ایجاد کرده دقت کنید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسم. آخه آدم از کیسه خودش که شرمسار نمیشه. جیب، یعنی حتی جرئت نمی‌کنم دستمو به جیب ببرم، از بس جیبم چیه؟ خالیه، هیچی نداره. شرمسار جیبمم. این جالبه. نمیگه شرمسار روی اونام، اون که میگفت خب طبیعی بود، ولی وقتی استناد میده به جیب یعنی از این هم خجالت میکشن. حالا البته جیب‌های قدیم اینجا نبوده، این لباس‌ها اینجوری نبوده. جیب‌ها در کنار آستین بوده، اینجا بوده و اینجا. این لباس‌ها غربیه. ما در قدیم کچرا پام تنمون نمی‌کردیم که. لباس‌های بلندی بوده که تا روی ساق می اومده، جیب‌هاش هم در آستین‌ها بوده و سینه. بعد شما شنیدین آستین افشانی دیگه؟ این درهم‌ها و نقل‌ها رو که مثلا برای شاهی، عروسی بزرگی می‌اومده نثار می‌کردن، این دگمه‌هاش رو باز می‌کردن، اینجوری می‌کردن و می‌ریخته. میگفتن آستین افشانی. و انقدر این جیب‌ها بزرگ بوده که بعضی وقت گربه توش می‌کردن، یا مثلا ابو هریره دقیقاً به این معناست دیگه. اون گربه زیاد داشته اصلا. ابو هریره که از صحابه پیامبر بوده، اینقدر گربه دوست داشته که نمیتونست از خودش جدا بکنه، تو آستینش گربه می‌کرده و به همین خاطر بهش میگن ابو هریره. الا اسم اصلیش نیست. و منظورم اینه که شرمسار کیسم باید اینجا فکر نکنیم دیگه، باید به دستاش مثلا چجوری میگرفته یا سینه‌ش رو مثلا. از همینجاست دستم به دامنت. اگر اینجور باشه که الان امروز معنیش یعنی چی دستم به دامنت؟ مگه مرد دامن داره؟ نه، همون پیرهنای بلندی بوده که تا روی ساق می اومده و وقتی میخواستن از کسی چیزی بخوام میرفتن اون پیرهنشو میگرفتن و تکون تکون میدادن و میگفتن دستم به دامنت. خب شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسم. از کیسه خودم خجالت میکشم. بعد به سبک هندی نزدیک میشه دیگه. بار عشق و مفلسی صعب است. بار عشق، این دو تا با هم ضدن دیگه. نه بار عشق، بار سنگین، معمولا عشق سبکه. بار عشق و مفلسی یعنی افلاس، بیچارگی. صعب است میباید کشید. خب معنی ظاهرش اینه که سنگینی بار عشق با فقر خیلی سخته، ولی باید چیکار کنم؟ تحمل کنم و باید اون رو بکشم. میگن مشکل ترین و سخت ترین حالت در دنیا برای آدم فقیریه که عاشق بشه. از این سخت‌تر چیز در دنیا نیست، چون پولدار یه جوری میرسه، به هر حال یه جوری میرسونه خودش. حالا در نظر بگیر آدم فقیری که دستش به جیبش هم نمیرسه، به جیبش نه به دهنش، و عاشق شده، چیکار باید بکنه؟ بعضی میگن باید بکشید، به خاطر اینکه کشتنش کمتر زجر بهش میده تا موندنش. و آیتا از قضای روزگار معمولا ثروتمندها عاشق نمیشن، فقرا عاشق میشن. اینو چجوری باید حلش کرد؟ جالب. حالا رازش یک مسئله جامعه شناختی واقعا ها، که آقای ژوزخ دو کاسترو این رو، نه این کاسترو جامعه شناس بزرگ، حل کرده که چرا در مناطق فقیر همیشه عشق انقدر رخ میده. مثلا تهران در نظر بگیریم، غالبا عشق‌های سینه چاک آنچنانی مال جنوب شهره، نه شمال شهر. حالا راز چی هست دیگه نمیدونم. و اون آقا از منظر جامعه شناختی این رو تحلیل کرده. حالا لاتبازیه،
دلدادگیه. و آماده از این منظر که خانه های شما شهر شما نگاه کنید بزرگن و بچه توش کم، برعکس خانه های جنوب شهر کوچیکه و بچه توش زیاده، چون اون فکر میکنه عشق یعنی ازدواج و تولید مثل، ولی شمال شهری فکر نمیکنه. یه جور خیلی تحلیل قشنگ کرده. و بعد میگه به مناطق جهان هم نگاه کنید، هر جا فقر بیشتره عشق زیادتر انگار خودش رو در این مظهر نشون میده. آسیا و آفریقا رو نگاه کنید با اروپا و آمریکا نسبت جمعیت رو بسنجید، این دوتا چرا همزاد میشن؟ هر چه جامعه عقلانی‌تر و ثروتمندتر میشه عشق ازش آروم آروم میره کنار و مفهوم انتزاعی پیدا میکنه. خود ما هم دیگه وقتی عاقل بشیم خیلی عاشق نمیشیم دیگه خیلی میگیم سر زلف تو نباشد سر زلف دیگری هست. خب به هر حال این بیت هم از اون بیتایی که میشه با حافظ همدلی کرد، همدردی کرد. راست تمام شد تا شما از 6 بود. خب پس شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسم، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشی. ما میخواستیم تموم کنیم ولی این بیت رو هم حالا خاطر دوستانی که تازه آمدن، صعب یعنی سخت، عربی سخت، سنگین. صعب از سخت سخت‌تره، یعنی وقتی سختی خیلی زیاد میشود صعب. مثلا میگیم راههای صعب العبور، یا شهید بلخی میگوید که مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی، نه سخت سوگندی. صعب وقتی که خیلی سختی زیاد میشود، صعوبت بی‌معناست. قحط جود از تابروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. جود با قحطی ضد همن دیگه، نه؟ جود وقتیه که بخشندگی زیاده. جود در لغت عربی بخشش بدون دلیل رو میگیم. وقتی میگیم امام جواد، یکی از معانی امام جواد اینه که کسی که میبخشد و نمیپرسد چرا. آدم جواد آدمی نیست که کار نداره تو به چه دلیل میخوای، با علت بده، با دلیل بده. بیشتر بخشش ها منوط و وابسته به یک دلیل هست. چه بخشش های مادی، چه بخشش های معنوی. حالا کسی پیدا شود به قول فلاسفه بخشش بی علت و بی دریغ، توی حدی هم میدن بعدش دیگه. ولی جود اون بخششیست که نه علت میخواد و نه دریغ داره. الا خب قحطی هم ضد جوده. قحط یعنی چیزی که اصلا پیدا نمیشه. حالا قحط جود است. اینا رو اصطلاحا میگیم پارادوکس. پارادوکس یک صنعت ادبیه، یعنی وقتی که دو تا چیز ضد هم رو با هم ترکیب میکنیم. مثلا میگیم سلطنت فقر، سلطنت فقر، یا مثلا میگیم که ما همه مرغیم، مرغ خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. دانه بیدانگی چطور میکنه؟ میان گریه میخندم که چون شمع هم در این مزبور آدم یا گریه میکنه یا میخنده. نه، پارادوکس این معنی. قحط جود است. در این وضعیت ماه فروردین که باد نوروزی آمده است، ابر هم داره همه جا رو از خودش سیراب میکنه و زیبارویان شهر به گردش آمده اند، هیچ کس به ما هیچ کمکی
عهد جود است. آبروی خود نمیباید فروخت. ولی با همه نداری و با این اصطلاح به قول فیلمسازا میگن صحنه رو در نظر بگیرید، اصطلاحا میگن ترسیم موقعیت. بهار شیراز، میدونید که شیراز بهارش چیز دیگه است. کسانی رفته باشن شیراز بهار نزده شیرازی ها میرقصن، واقعا نزده میرقصن، مخصوصا اردیبهشت ماه که این بوی گل و نارنج و زیبایانش هم خب اون زمان مجبور نبود در رو سرشون کنن دیگه. اومدن تو شهر، حافظ نگاه میکنه به اینا و این موقعیت رو خلق میکنه که عهد جودی، نه حتی رسید نصیحه هم به ما نمیدن که آقا این حالا فعلا بگید، بعد عمق درد حافظه ها در جامعه‌ای که این همه مثلا امکانات، حافظ حتی نصیحه هم نمیتونه یک میبره خودش بخواد. واقعا حافظ همین ظاهر رو میگه، منظور همین واقعا زیبایان تو شیراز هم. همین میی که توی مثلا دکون فلان هست، یه چیز دیگه ای میخواد بگه حافظ. حالا فعلا وارد اون نمیشیم، آخر غزل میرسیم بهش. عهد جود دست آبروی خود نمیباید فروخت، باده و گل از بهای خرقه میباید خرید. هم باده و هم گل را از بها و پول خرقه هم باز هم میروم. یه جا دیگه هم میگه این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، این دفتر بی معنا غرق می ناب اولا. راست میگه، کی با خودش خودزنی میکنه اینجوری؟ این خرقه که من دارم، همه میگن این خرقه مقدسه، بقیه شعرها میگن ما خیلی خوبیم، ما پاکیم، ولی این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا. این دفتر، خود دیوان رو میگه این دفتر بی معنا. ما کلی به تو احترام میذاریم، ما کلی تو رو دوست داریم، این دفتر بی معنا غرق می ناب. جای دیگه میگه بشوی اوراق اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر. خب اینا این مدار نشون میده که حافظ اینجوری هم که فکر میکنیم ایهام درش در سوخته‌بازی وجود نمیداره. یه روشه برای که خودش از شر این حاکما حفظ کنه، از شر این علما حفظ کنه. اون کسایی که همون زمان حافظ رو تا دم مرگ کشوندنش، میدونید دیگه که اون شعر دیگه این کلام آخر اومده که حافظ رو به پای اعدام کشوندنش در واقع، که غزلی گفته بود که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. گفتن این کار کرده قیامت شد. گفته گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس، یعنی نیست. خیلی براش مشکل درست کرده تا اون بیت وقتی شکل علمای خیلی بزرگ گفت چیکار بکنم، حکم ادهام داره در بیاد. گفت اینو منقول کن به کسی دیگر، چون نقل کفر